بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك با درس خود را دوام میدیم از کتاب شروط الصلاة از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. ما حالا نیز در ارکان نماز می باشیم، آنجا که شیخ الاسلام فرمود که و ارکان الصلاة 14، یعنی 14 تا رکن می باشد در نماز: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة. تو همینجا گذاشتیم. والاعتدال منه. نعم. والجلسة بين السجدتين، اینها را گذاشتیم. و الطمأنینه، می‌فرماید که و الطمأنینه فی جمیع الافعال، یعنی دیگری از رکنهای نماز چی میباشد؟ رعایت کردن آرامی در تمام افعال، یعنی در تمام افعال هر فعلی که میکنه، هر کاری که در نماز هست، همونها را به آرامی انجام دادن. و ترتیب بین الارکان، و دیگری از رکنهای نماز این رعایت کردن ترتیب می باشد در بین رکنها، هر یک رکن به ترتیبش به جا آورده باید شود. و دلیل حدیث مسیء صلاته، این حدیث به همین نام مشهور شده است. حدیثی که حدیث همون انسانی که نمازش یا که در نمازش خطاگی ها صادر کرد، نمازش را به طریق بد انجام داد. والحدیث یا که مثل حدیث المسیء صلاته، یعنی دلیل چی میشد؟ دلیل حدیث همون انسانی که نمازش به طریق بد نادرست ادا کرد. عن ابی هریره قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روایت میکنن از ابو هریره که نام او عبدالرحمن بن صخر الدوسی می باشد. گفت بینما، یک زمان ها، نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما در نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم. اذ دخل رجل فصلى، و ناگاه یک انسان و مسجد داخل شده نماز گزارید. فسلم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از نماز آمده به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام داد، یعنی السلام علیکم گفت. فقال ارجع فصلی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند برگرد و نماز گزار. فانک لم تصلی، تو نماز نگزاریدی. فعلها ثلاثه، یعنی 3 مرتبه همون نمازش خوانده آمد به نزد پیغمبر، یعنی به اون معنی که هر باری که آمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم برایش گفتند که برگرد و نماز خواند که تو نماز نخواندی. همین کار 3 مرتبه دوام داد. ثم قال، بعد از آن گفت والذی بعثک بالحق نبیا لا احسن غیر هذا فعلمنی. باری 4م نرفت نمازخانه، گفت قسم به آن ذاتی که تو را پیغمبری بر حق کرده فرستانیده است، من غیر از همین دیگه نمیتوانم به خوبی انجام دهم. یعنی چند مرتبه که من گردانی خواندگی من همین است، از این زیاد دیگه خوب، نیکو، زیبا نماز خوانده نمیتوانم. فعلمنی، مرا تعلیم بده. بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت فقال له النبی صلی الله علیه و سلم، چی گفت؟ اذا قمت الى الصلاة فكبر، وقتی که تو به نماز برخیزی، در قیام استی، فكبر، تکبیر بگو، الله اکبر بگو. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، از چیزی که از قرآن چی که برایت میسر شود قرائت بکن، یعنی از قرآن میدونستی که سورات بخون. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، بعد از آن رکوع کن تا اون اندازه که در رکوع آرام بگیری. ثم تعتدل قائما، بعد از آن قامتت را راست میکنی. ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا،
بعد از آن به سجده میفرایی، حتی اینکه در سجده باید که تو آرام بشوی. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، بعد از آن سر خود را از سجده بالا کن، یعنی سرت را برداشته و تا آن اندازه که نشسته آرام بگیر. ثم افعل ذلك فی صلاتک كلها، بعد از آن همین گفتگی ها را در تمام نمازها چیکار کن؟ ثم همین کاری گفتگی منه در جمیع نمازهایت چیکار کن؟ ادا کن. این حدیث بخاری و مسلم از که از امون ابو هریره روایت میکنن. خب بعد از آن انشاءالله به تشهدش هم گیریم که چون این تشهدش از جمله دونه که و تشهد الاخیر رکن مفروض، تشهد اخیر یعنی آخرون تشهد این رکن است که فرض است. اگر نماز مثال گیریم از 2 رکعت عبارت باشند، همه آخرون مراتبه که تشهد میخوانید و فرض است و رکن است. اگر از 4 رکعت عبارت باشه که از 3 رکعت عبارت باشه مثل نماز شام 2 تا اتحیات میشود. اتحیات یکمش تشهد یکمش چی میشود؟ واجب میشود و آخرش چی میشود؟ رکنی فرض شده میشود. کما فی الحدیث عن ابن مسعود، چنانه که در حدیث آمده است از ابن مسعود یعنی عبدالله ابن مسعود آمده است، قال گفت كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل و میکائیل. یعنی ما عادتا پیش از آن که به ما تشهد فرض شود، پیش از آن که بر ما تشهد فرض شود ما دیگه چیز میگفتیم که السلام علی الله من عباده، یعنی که سلام به الله باد از طرف بندگانش، السلام علی جبریل و میکائیل و سلام به جبریل و میکائیل باد میگفتیم. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود لا تقولوا السلام علی الله من عباده، یعنی چنین نگوید که مثال سلام بر الله از بندگانش، فإن الله هو السلام، چون که الله خود سلام است. ولكن قولوا، ولی شما چنین بگوید التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شما این لفظ ازیاد کنید، بعد درس آینده معنای تشهد میگذاریم که چی معنا دارد. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.